بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدرس الجديد. نسأل الله أن يجعله درسا مباركا. أرجو أن تكون جميعا بخير، وأرجو وأتمنى أيضا أن تكون مستعدات لبدء هذا الكتاب الجديد تحفة-ul-أطفال. فهذا الكتاب يعتبر من أول الكتب الجادة والرسمية في كثير من المدارس، وإن شاء الله سنجد فيه الفائدة والنفع. خواهران عزیز، امیدوارم که همه شما صحت و سلامت باشید و امیدوارم که برای آغاز کردن این کتاب نو تحفة-ul-أطفال پورا آماده هستید. در اصل این کتاب در بسیاری مدارس همچون اولین کتاب جدی و رسمی حسابیده می شود، اما چون که این کتاب یک نظم هست، یک نظم شعری هست و این چونین به زبان عربی هست، اکثر مدارس پیش از این کتاب یک کتاب خیلی آسان رو به شاگردانشون درس می دهند به همون زبانی که شاگردان یعنی عادت کرده اند، یا اینکه به همون زبانی که شاگردان گپ میزنند به آسودگی. و در مدرسه ما البته این کتابی تیسیر و تجوید بود که به زبان تاجیکی 10 درسی آسان بود برای شاگردان دارول علمی بخارا که به زبان تاجیکی با آنها درس داده شد در موردی اساسی، یعنی تمام مضمون ها یا اینکه تمام احکام و قاعده های اساسی تجوید. ان شاء الله امیدوارم که از این کتاب فایده زیاده خواهد گرفت. قبل أن نبدأ درس اليوم أريد أن أتحدث معكن قليلا وأذكر بعض النقاط المهمة حول كيفية دراستنا لهذا الكتاب. پیش از آغاز کردن درس امروزه من میخواهم که چند نقطه های مهم را برای شما رسانم درباره طرز خواندن این کتاب. اولا، أغلبكن لا يعرفن اللغة العربية، لذلك سأشرح الدروس وسأتحدث معكن غالبا باللغة التاجيكية حتى يكون الفهم أسهل وأوضح لكن. أكثر شاگردان این صنف زبان عربی را نمیدانند، البته با پورگی نمیدانند و هنگام این گونه لکسیا آنها شاید نفهمند که من اگر با پوره عربی گپ زنم یا با پوره عربی درس دهم. بنابراین من درس را انشاءالله اساساً با زبان تاجیکی میگذرانم تا اینکه مقصد پوره شود و شما فهمی همین فن را با یک طریقه آسان، روشن و واضح گرفته توانید. فقط در ابتدای بعضی درس ها من کمی با شما عربی گپ میزنم تا اینکه شاگردانی که در بخش 3 ساله هستند آنها کمی آموخته شوند و آهسته آهسته بعضی کلمه ها و بعضی جمله ها را از خود خواهند کرد بإذن الله. ثانيا، في بداية كل درس سأطرح عليكن 10 أسئلة تقريبا لاختبار فهمكن للدرس السابق. أما اليوم فهو الدرس الأول فلا يكون فيه أي اختبار. در اولی هر درس من شاگردان را از درسی گذشته تقریبا 10 سوال می دهم، یعنی با 10 سوال می سنجم از درس قبلی. البته امروز درس یکم هست، پس یکم سوال یا اختبار یا امتحان نخواهد بود، یکم مشق نخواهد بود، اما انشالله هفته آینده وقتی که به درس دوم گذشتیم در ابتدا در اولی درس دوم من از شما سوال ها برای درس یکم، یعنی از درس یکم از شما سوال میکنم. بالنسبة للواتي يريدن دراسة هذا الكتاب فقط، انتبهنا أخواتي أن هذا الكتاب لا يحتوي على أبواب مخارج الحروف و صفات الحروف. برای آن خواهرانی که تنها میخواهند که همین کتاب رو بخوانند، یعنی بعضی شاگردان در این مدرسه شامل شدن از برای فقط همین کتاب، برای خواندن همین کتاب، پس من میخواهم که شما آگاه باشید که این کتاب تحفة-ul-أطفال که در البته فن تجوید یک کتاب، یک نظم می باشد، در این کتاب، در این نظم درباره مخارج حروف و صفات حروف باب نیست. اما اللواتي لم يدرسن التجويد مطلقا فانصحهن بأن يوازن بين حضور هذه الدروس ومراجعة كتابنا الذي يسمى تجويد ابتدائي،
وهو كتاب بسيط وسهل جدا يحتوي على 10 دروس لتعلم أساسيات التجويد باللغة التاجيكية. اما برای آنهایی که تا حال تجوید را نخواندند، من به آنها توصیه میدهم که در برابر اشتراک کردن در این درس های تحفت-ul-اطفال، من برای آنها مصلحت میدهم که درس های تجوید ابتدایی را هم گوش کرده از خود کنند که 10 درسی آسان هست درباره اساس های تجوید با زبان تاجیکی که شاگردان دورول علمی بخارا طول 3 ماه، یعنی هر هفته یک درس رو 10 درس رو طول 3 ماه گذاشتند. پس شما هم در برابر همین درس ها آن درس ها رو گوش کنید، مخصوصا بابی مخارج و بابی صفاتی لازمه. إن شاء الله سنحتاج إلى حوالي 12 أو 14 درسا لشرح تحفة الأطفال. برای درس های تحفة الأطفال تقریبا ما 12 تا 14 درس خواهیم داشت. اصلا 12 قسمت هست، اما اگر یکم درس به پرگی خوانده نتوانیم باید که من تقسیمش کنم. پس از این سبب از حاضر برای شما میگویم که تقریبا 12 تا 14 درس خواهد بود. و أريد إنهاء الكتاب خلال 3 أشهر قبل شهر رمضان بأسبوع، لأنني أريد السفر المبارك إن شاء الله. نیتی من این است که من میخواهم که همین کتاب رو در مدت 3 ماه، 1 هفته پیش از ماه رمضان به انتها رسانم، به اتمام رسانم، چون که من انشالله نیتی سفر دارم. پس انشالله آغاز میکنیم درس یکمی تحفت-ul-اطفال رو. و در مورد حفظ من انشالله برای شما میگویم، اما در مورد حفظ کردن این نظم، شاگردانی که در درجه 3 ساله هستند، یعنی که به درجه عالیمه خوانده ایستادند، برای شما ضروری هست که این نظم رو از یاد کنید، حفظ کنید و هر هفته انشالله من شاید 1 یا 2 نفر رو گوش کنم، اما من هر هفته شما رو گوش کردن نمیتوانم. هر یکی از شما رو در آخر وقتی که این کتاب به پایان کی رسید، یعنی پیش از ماه رمضان، در مدتی یعنی در درون ماه رمضان شما میتوانید که تکرار کنید این نظم رو تا حد توانتون و بعد از ماه رمضان انشالله و بعد از عید من یک کرده از همه شما تمامی این نظم رو انشالله میشنوم. اما هر هفته همون قدری که من درس میدیم، همون قسمتی که من درس میدیم، شما باید همون رو از یاد کنید. کسانی که در اینجا فقط برای همین نظم شامل شدن، شما هم میتوانید از یاد کنید و اگر خواهید من از شما این نظم رو میشنوم در یک وقتی معین در آخر این درس ها، یعنی وقتی که این درس ها به پایان کی رسید بعد من از شما گوش میکنم، از سببی که شاگردان ما خیلی زیاد هست الحمدلله و به جایی که من از شما نظم رو هر هفته گوش کنم، من از شما سوال جواب میکنم، مشق میکنیم تا اینکه من آگاه شوم که شاگردان درسی قبلی رو، درسی سابق رو خوب فهمیدند یا نه. پیش از آن که به این بخش داخل شویم، همچون آگاهی من برای همه شما میگویم که وقتی که ما یک فن رو آغاز میکنیم اولا باید بفهمیم که آن فن درباره چیست، یعنی چگونه یک فن هست، تعریفی همون فن چیست، موضوعی همون فن چیست، ثمره همون فن چیست. اما از سببی که ما تمام این نقطه ها رو، تمام این یعنی موضوع ها رو در بخش تجوید ابتدایی گذاشته بودیم، من تمام آنها رو تکرار نمی کنم و مستقیما از همین کتاب و همین مؤلف آغاز می کنم و به متن همین کتاب می گذاریم. پس آنهایی که نمی دانند تجوید چرا گفته می شود از جهت لغت، تجوید چرا گفته می شود از جهت اصطلاح، ثمره این فن چیست، حکم این فن چیست و غیره و غیره، من به آنها مصلحت می دهم که درس یکمی تجوید ابتدایی را حداقل گوش کنند تا اینکه از فن تجوید با خبر شوند. اما من باوری دارم که قریب همه ما آگاه هستیم که تجوید با کلمه های آسان اگر من گویم این فن را گفته می شود که برای اصلاح کردن قرائت، برای اصلاح کردن تلاوت قرآن آموخته می شود. یعنی فنی هست که ما با آموختن همین فن قرائت خود را از جمله مخارج حروف، صفتهای حروف و دیگر صفتهای لازمه و عارضه را می آموزیم تا اینکه تلاوت قرآن خود را اصلاح کنیم و درست نماییم. پس انشاءالله ما آغاز میکنیم از التعریف بالمؤلف، یعنی که مؤلفی همین نظم کی می باشد. یکی را میگویند مؤلف، یعنی که
به زبان تاجیکی هم میگویم مؤلف کسی که یک کتاب رو تصنیف میکند، مینویسد یا تهیه میکند. و به زبان عربی اگر من گویم مؤلف یعنی که کتابی تصنیف شده. مؤلف این نظم هست شیخ سلیمان الجمزوری رحمه الله یا رحمت الله علیه. اولا آغاز میکنیم از اسمه و مولده، یعنی که نام و تولدی این مؤلف. اولا در نقطه اول نام و نسبش سلیمان ابن حسین ابن محمد ابن شلبی الجمزوری هست، یعنی که این نام های پدر و پدرکلان هایش هست. در نقطه دوم او از علمای قرن 12 هجری بوده. در ماه ربیع الاول سال تقریبا 1160 هجری به دنیا آمده است. نقطه سوم در زمان خودش با لقب افندی و در زمان ما با نسبت جمزوری معروف هست. و انشاءالله وقتی که درباره استادش خواندیم در این نقطه شما خواهید فهمید که افندی یعنی چی. این یک لقب هست که به او داده شده بود از طرف استادش و در زمان خود با همین لقبی افندی مشهور بود و معروف بود. البته در زمان ما عموما این مؤلف رو الامام الجمزوری یا امام جمزوری میگوییم. در نقطه بعدی جمزوری وقتی که میگویم چی معنا؟ یعنی به جمزور نسبت داده شده است. چی طوری که مثلا ما میگوییم امام بخاری. امام بخاری نامی اصلیش یا نامی پرش بود محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره و غیره تا آخر هست. اما از بخارا چون که بود او را اسم نسبتش میشود البخاری. پس با امام بخاری مشهور و معروف گشت. پس امام جمزوری هم چون که از یک شهرک خرد جمزور چون که بود به جمزور نسبت داده می شود و او را گفته می شود الامام الجمزوری، که نام شهری است که در مسافه 4 میل دور از شهر طنطا جایگیر شده است در منطقه منوفیه در مصر. در نقطه بعدی او در مذهب فقهی شافعی بود. اکنون مشایخه استادانش معروفترین آنها اینهایند. یکمش شیخ نورالدین علی ابن عمر معروف به المیهی. این یکم استادی امام الجمزوری حساب می شود و ما باید از این استادش آگاه باشیم از سببی که در نظمش به همین استادش اشاره می کند. این نسبتی او به دهه المیه که در مصر جایگیر هست ربط دارد. یعنی این شیخ هم با نسبتش معروف هست. او سال 1139 هجری تولد شده، سال 1204 هجری وفات کرده است. شیخ مدتی در جامعه ازهر با علم مشغول بود، سپس به طنطا سفر کرد و به مردم در آنجا قرائت و تجوید تعلیم میداد. دوم استاد معروفش این بود شیخ مجاهد الاحمدی که نام اصلیش محمد ابو النجا بود. با لقب سیدی مجاهد مشهور گشت. او بود که به امام جمزوری لقب افندی را داد که افندی کلمه ترکی هست، برای بزرگداشت و احترام استفاده می شود. در هر زبان بعضی کلمه های هست همچون لقب استفاده می شوند پیش از نام یک کسی کلانسال یا یک کسی که مقامی بلند دارد. مثلا با فارسی ما میگوییم حضرت، یکان وقت میگوییم حضرت عمر، حضرت ابوبکر، مثلا حضرت میگوییم. همین خیل یکان وقت میگوییم ایشان. همین خیل هست مثلا صاحب، فارسزبان ها زیاد میگوین مثلا مولانا صاحب، فلان کس صاحب میگوین. همین خیل به زبان ترکی هست افندی که یه خیلی زیاد از علما همین لقب را داشتن و امام الجمزوری هم از جمعی آنها حساب می شود. می گذاریم به صحیفه بعدی اثرهای مشهوری او، یعنی اثرهای مشهوری امام سلیمان الجمزوری. من اثرها یعنی کتابهای مشهوری او را در همین جا برای شما نوشتم. حاجت به خواندن نیست، البته من خوانم فایده نمی رسد، وقتی ما رو کم ترک می گیرد. اما در این یعنی یکم و دوم رو می خونم متوجه شد. کتاب یکمش یا اثر یکمش تحفت-ال-اطفال والغلمان فی تجوید القرآن هست که این همین کتابی هست که ما انشاءالله در باب تجوید آغاز کردنی هستیم. و دوم کتابش این هست فتح الاقفال بشرح تحفت-ال-اطفال، یعنی که خود امام سلیمان الجمزوری بر نظم خودش شرح تصنیف کرده است. چون که یکی رو میگویند کتاب مختصر یا متن مختصر که این همین نظمی تحفت-ال-اطفال هم یک متن خیلی یعنی مختصر
و کوتاه حساب می شود، اما خیلی مشکل فهم و خیلی پوشیده از سببی که کوتاه نوشته شده است و برای فهماندن این نظم کوتاه به شرح نیاز داریم. و همین خودی مؤلف امام جمزوری برای متنش، برای همین نظمش شرح تصنیف کرده است به عنوان فتح-ul-Atfal، یعنی باز کردن قلف ها به شرح تحفة-ul-Atfal و دیگر کتاب ها را هم تصنیف کرده است. در مورد وفاته، در نقطه اول البته این شرحی که من برای شما پیش میکنم در این درس ها من این را از چندین شرح ها نظر کرده پیش میکنم. پس در بعض شرح های کتاب ها که درباره همین مؤلف سخن میگویند، آنها میگویند که وقتی دقیق وفات همین مؤلف امام جمزوری معلوم نیست، اما آخرین معلومات درباره او این است که سال 1208 هجری زنده بود که در آن سال کتابش الفتح الرحمانی را الفتح الرحمانی با شرح کنز المعانی در قرائت های هفتگانه را به پایان رساند. یعنی که این کتاب رو در نظر دارن، این چهارم کتاب رو الفتح الرحمانی بشرح کنز المعانی فی القراءات السبع، این کتاب رو در سال 1208 هجری به پایان رسانید. ما این را از کجا میفهمیم؟ از سببی که در آخری همین کتاب همین گونه نوشته است. و طبق قول دیگر او در ماه ذوالقعده سال 1227 هجری در شهر طنطا وفات کرد. پس این بود تعریفی مختصر با همین مؤلف، با همین ناظم. من همین مؤلف رو در دوران شرح هم ناظم میگویم، یعنی که ناظم یعنی که کسی که نظم رو تهیه کرده است، کسی که یک نظم رو تهیه میکند او رو میگویم ناظم، کسی که نظم آماده کرده باشد. خب پس میگذاریم التعریف بالکتاب. اکنون چند معلومات درباره همین نظم، همین کتابی که شما و ما انشاءالله آغاز کردنی هستیم. در نقطه اول این است که این نظم رو تحفة-ul-Atfal والغلمان فی تجوید القرآن گفته می شود، یعنی که عنوان پوره همین کتاب چنین هست. این اثر یک نظم یعنی یک بیت های شعری می باشد که از 61 بیت عبارت است و بیت کلمه تاجیکی هست، یعنی که این خیلی تصور کنید اگر بیت رو نفهمیدید یعنی جمله 61 جمله دارد و هر بیت عبارت از 2 مصرع می باشد که این تعلق دارد به فنی البته عروض که من داخل نمی شوم به این فن. همین خیلی بفهمید که 61 جمله دارد، 61 بیت دارد. در نقطه دوم در آن شیخ جمزوری رحمت الله علیه بعضی از احکام تجوید را که از استادش نورالدین المیهی رحمه الله آموخته بود بیان کرده است. این احکام عبارتند از یکم احکام نون ساکنه و تنوین، دوم احکام میم و نون مشدده، سوم احکام میم ساکنه، چهارم احکام لام تعریف و لام فعل، پنجم احکام حرفهای متماثلین، متقاربین و متجانسین و ششم احکام مدها. یعنی تمام موضوعهای همین نظم همین ها هستند. این گویا که من یک فهرست همین نظم را برای شما پیش کردم. او سال 1198 هجری این نظم را به پایان رسانید. در نقطه بعدی امام جمزوری نه مخارج حروف و نه صفات حروف را ذکر می کند، در حالی که بسیاری از کتاب های تجوید معمولا این موضوع ها را فرا می گیرند. برای همین من در اول گفتم که خواهرانی که تجوید را قبلا هیچگاه نآموختند برای شما بهتر همین است که شما از درس های تجوید ابتدایی که در کانال هم موجود هست، در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب هم موجود هست، شما از همان درس ها آغاز کنید یا همان درس ها رو برابری همین درس ها گوش کنید. در نقطه بعدی ناظم بسیار وقت حرف یا حرکتی را به خاطر ضرورت شعری حذف می کند، مانندی حذف تاء مربوطه از کلمه اربعتو. اصلا باید کلمه اربعتو باشد اما میگوید اربع احکام، و سکون دادن به حرف فا در کلمه الشفوی و در کلمه الشفویه، در حالتی که فا در این کلمه ها اصلا باید با فتحه خوانده شود و غیره. یعنی که از سببی که تمام این احکام را و قاعده ها را با یک طریقه نظم میفهماند، نظم که هست به خود چندین قاعده ها و احکام دارد.
یعنی که ما هر یک حرکتی کلمه ها رو باید حساب کنیم تا اینکه به نظم مطابق شود. یعنی بیت ها باید قافیه داشته باشند و هر یک هجا حساب کرده شود. از این سبب بعضی کلمه ها رو کمک تغییر میدهد مؤلف ناظم تا اینکه به همان قافیه بندی، به همان یعنی بیت و به همان قاعده های بیتی و قاعده های یعنی شعری مطابق کند. پس من انشاءالله در دوام درس ها من برای شما به همان مکان ها اشاره میکنم که این فقط از ضرورت شعری این گونه نوشته شده است. این یکم خطا نیست، یکم لحن نیست و شما آگاه خواهید بود. ادامه میدهیم به این صحیفه که در اینجا من برای شما بعضی شرح های نظم تحفة-ال-أطفال رو نوشتم. البته برای تحفة-ال-أطفال خیلی زیاد شرح هست، از 5 تا زیاد، اما من از همه مشهورترین شرح ها رو برای شما در اینجا نوشتم تا اینکه شما آگاه باشید که برای این کتاب چی شرح ها وجود دارد، موجود هست. البته من پورا این شرح ها رو نمیخونم. یکمش همین فتح الاقفال هست که از خود ناظم، از خود همین مؤلف امام الجمزوری می باشد. دویمش فتح الملك المتعال فی شرح تحفة-ال-أطفال، این از امام محمد المیهی هست. یعنی که امام جمزوری را استادش امام المیهی بر کتاب شاگردش شرح نوشته است. این شرح اصلی آن است. یعنی که امام بعد از آن که استادش بر کتابش شرح نوشت، امام جمزوری شرح استادش رو استفاده کرده بر نظم خودش بعد شرح نوشت. این خیلی جالب هم هست. امیدوارم که فهمیدید که من چی گفتم. یعنی که برای این شرح خود ناظم، این شرح فتح الملك المتعال اصل هست. در اینجا من نوشتم این شرح اصلی آن است، یعنی اصلی این کتاب هست که امام جمزوری از آن ماده شرح رو گرفته است و در اول و دیگر جایهای شرح اشاره به این اصل کرده است. یعنی که در این فتح الاقفال امام جمزوری خیلی زیاد میگوید که من این رو در شرح استادم یعنی خواندم یا این رو از شرح استادم گرفتم. خب سوم این است ایسر المقال فی شرح تحفة-ال-أطفال و دیگر هست منحة ذی الجلال فی شرح تحفة-ال-أطفال. البته مؤلف های این شرح ها رو من نوشتم برای شما و هدایت المتعال فی شرح تحفة-ال-أطفال. بیشتری مواد این درس ها، یعنی که این درس هایی که من برای شما پیش میکنم، از دو شرح اول گرفته شده است. از این شرح خودی مؤلف، چون که صاحب البیت ادرا بما فیه، یعنی که کسی که مالک خانه هست، کسی که صاحب خانه هست، خوبتر میداند که در آنجا در خانهش چیست. این یک مقاله هست، این یک گفتنی هست. یعنی که خودی ناظم، خودی امام سلیمان الجمزوری بهتر میداند که با نظمش چی هدف داشت. پس بهتر میشود که به شرح خودش ما نظر کرده نظم رو بهتر و روشن‌تر فهمیم و بعد از آن البته نظمی استادش. اکنون میگذاریم انشاءالله المقدمه. انشاءالله در این درس یکم ما کوشش میکنیم که این قسمتی، این 5 بیت یکم رو به انتها رسانیم. یعنی از این 5 بیت گذریم و پیش از آغاز کردن بر شرح من انشاءالله این بیت رو برای شما میخونم تا اینکه آگاه باشید که ما کدام قسمت رو امروز میکنیم و از طرز تلفظی این نظم هم آگاه شوید. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة-ال-أطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. اولا ناظم از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کند. به نام الله رحمان بخشاینده و رحیم مهربان. به نام الله که می گوید یعنی من شروع می کنم با طلب برکت از نام الله یا آغاز می کنم با یاد الله و ذکر او پیش از هر کار با تکیه به او در همه امور و با طلب یاری و توفیق از الله متعال. و این سنتی تمام علما هست، از سببی که این اقتدا کردن هست، پیروی کردن هست از قرآن و از احادیثی که در این مورد وارد شدند که هر کار رو باید با بسم الله، با حمد الله آغاز کرد. در نقطه دوم
الرحمن که میگوید یعنی صاحبی رحمتی فراگیر که هر چیز را در بر میگیرد و هم به مؤمن و هم به کافر میرسد. این صفت را غیر از الله متعال هیچ کس ندارد و به هیچ کس هم نسبت دادن جایز نیست. درباره الرحیم یعنی صاحبی رحمتی دائمی که این رحمت مخصوص به مؤمنان هست، صفتی رحیم می تواند به غیر از الله نیز نسبت داده شود، زیرا الله سبحانه و تعالی پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم را با این صفت وصف کرده است، چنانی که می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی که در این آیت الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم را به مؤمنان دلسوز و مهربان یعنی رحیم گفته وصف کرده است. در نقطه بعدی بسیاری از نسخه های چاپی تحفت-ul-اطفال در ابتدا از ذکر بسمله خالی هستند، ولی بسمله قسم این نظم می باشد. خب یعنی که این خودی مؤلف خودی ناظم بود سلیمان الجمزوری که بسم الله را در اول نظمش نوشته بود، نه اینکه یک شارح یا یک شاگردش که بعد از آن آمد در اولی گویا دفترش بسم الله نوشت و بعداً کلمه های استادش را نوشت، نظم استادش را نوشت. این گونه نیست، بلکه این خودی ناظم هست که در اولی همین نظمش بسم الله را نوشت. در نقطه بعدی چی چیزها این را تصدیق میکند؟ یعنی که ما چگونه فهمیدیم که این خودی ناظم بود، این خودی امام جمزوری بود که بسم الله را در اولی نظمش نوشت؟ آنچه که این را تصدیق میکند این است که شیخ جمزوری رحمه الله در شرح کتاب خود فتح-ul-Atfal، چنانکه که من با شما الکی اشاره کردم، چی گفته است؟ که من نظم زیرین را می نویسم با برکت جستن از بسم الله الرحمن الرحیم و آن را با بسمله و حمدله آغاز نمودم، با پیروی از کتاب عزیز یعنی که با پیروی از قرآن و عمل به احادیثی که در این باره وارد شدند. یعنی که خود امام جمزوری به ما این را واضح می سازد. و دیگر چیز این را تصدیق می کند این است که این چنین این را تصدیق می کند آنچه شیخ محمد المیهی یعنی استاد شیخ جمزوری در شرح خود فتح الملک المتعال چی می گوید؟ ناظم یعنی که شیخ جمزوری گفته است بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس این بود مختصر شرحی همین قسمت. ادامه می دهیم به یقول راجی رحمت الغفوری دوما سلیمان هو الجمزوری، می گوید امیدوارنده رحمتی الغفور. الغفور یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی هست که به معنای آمرزنده هست. سلیمان که اوست جمزوری. پس برای این بیت چندان شرح هم نیست، چون که ما الکی درباره امام سلیمان الجمزوری من برای شما یعنی تفصیلات پره را پیش کردم. اما میگوید امیدوارنده رحمت الغفور چی معنا؟ یعنی شخصی که همیشه به رحمت الغفور امیدوار هست میگوید. و در نقطه دوم الغفور همان است که گناهانی بندگانش را میپوشاند، آنها را میبخشد و توبه را قبول میکند، البته از کسانی که توبه میکنند. سلیمان جمزوری یعنی شیخ سلیمان جمزوری ناظمی همین تحفت-ul-Atfal است که قبلا درباره او ذکر شد. میگذاریم به صحیفه بعدی. الحمدلله مصلیا علی محمد و آله و من تلا. حمد و ثنا برای الله است، صلوات بر محمد، خانواده او و آن کسانی که او را پیروی کردند. اولا الحمدلله، حمد برای الله یعنی سپاس و شکر خالصانه برای الله هست که ثنا و بزرگی اوست و دیگران به این شکر سزاوار نیستند، زیرا او به بندگانش نعمتهای عطا کرده است که کسی نمیتواند آنها را حساب کند. و مصلیا علی محمد، صلوات بر محمد یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب رحمت برای پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم میکنیم. و در اینجا یک توجه من نوشتم که خیلی این نقطه رو علمای زیادی ذکر میکنند. وقتی که ما میگویم صلات یعنی که علی محمد، یا وقتی که آیت قرآن ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، وقتی که این آیت رو منظر میکنیم چی معنا دارد صلات؟
نسبت به الله، نسبت به فرشتگان و نسبت به بندگان. پس صلات از جانب الله به پیامبر صلی الله علیه و سلم به معنای رحمت است. برخی گفتند که این به معنای ستایش بر او در ملأ الاعلی می باشد. صلات فرشتگان بر معنای استغفار بر او هست، در حالی که صلات بندگان به معنای التجا و دعا برای او یعنی محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. یعنی که نسبت به کی یا از طرف کی صلات هست بر محمد، معنای الصلات فرق می کند. آل او، آله چی معنا دارد؟ علما درباره معنای آل محمد اختلاف نمودند. بس در اینجا 5 قول هست که من برای شما پیش کردم. البته ضرور نیست که همه این 5 قول رو شما از یاد کنید. این در این نقطه بعدی من برای شما واضح می‌سازم که خود امام جمزوری چی هدف داشت، اما این 5 قول را البته چون که فایده دارد من برای شما پیش میکنم. بعضی علما میگویند که و آله تنها به اولادی پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکند. بعضی دیگر علما در قول دوم میگویند که آله آنها اولاد و همسران اویند، یعنی همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم و اولادش. در قول سوم بعضی علما میگویند که آنها مؤمنانی بنی هاشم و بنی مطلب میباشند، مؤمنانی همین دو خانواده. در قول چهارم بعضی علما میگویند که آنها مؤمنانی بنی هاشم و بنی مطلب و همسرانی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشند که این قول امام ابن کثیر رحمه الله میباشد. و در قول پنجم دیگر علما یا یکی از عالمان امام نووی میگوید که این و آله اشاره به تمام امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، تمام امتی او را در بر میگیرد که امام نووی این را در شرح صحیح مسلم بیان کرده است. اما مختصر کرده خلاصه کنیم چی میشود؟ با بررسی کتاب خود ناظم امام جمزوری فتح-ul-Atfal روشن میگردد که هدف او در اینجا مؤمنانی که به او ایمان آوردند یعنی اصحابش می باشد. یعنی هدف امام جمزوری و آله در اینجا نه فقط همسرانش از خانوادش، تمامی اصحابش می باشد. و من تلا چی معنا دارد؟ و او را پیروی کردند. در اینجا من شرح دادم، یعنی اون کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش پیروی کنند، تابعین و کسانی که آنها را با نیکی پیروی میکنند تا روز قیامت. میگذاریم به صحیفه بعدی. میگوید و بعد، اما بعد یا بعد، این نظم برای خواهشمند است درباره نون ساکن، تنوین و مدها. مرید کسی که اراده دارد، کسی که میخواهد، برای همین من ترجمه کردم خواهشمند. به چی خواهشمند هست؟ به فهمیدنی احکام نون ساکن و تنوین و مدود. شاید به شما سوال خلق شود که در اینجا شما که گفتید که فقط درباره نون ساکن و تنوین و مدود بیان نمی شود، زیادتر چیزها هم بیان می شود، متماثلین و متجانسین و متقاربین و لام تعریف و غیره. اما از سببی که این نظم هست، امام جمزوری باید که این رو یکم خیلی مختصر کرده نویسد. از این سبب این 3 یعنی باب رو همچون مثال پیش میکند. خوب، پس در اینجا من شرح دادم یعنی این نظم برای خواهشمند هست، خواهشمندان هست. یعنی پس از حمد و ثنا برای الله و صلوات بر محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش و پیروانش تا روز قیامت، شیخ جمزوری این نظم رو یعنی متن تحفت-ul-Atfal رو نوشت، آغاز میکند. و کلمه نظم در لغت به معنای ابیات شعری استفاده می شود. خوب، همین یک جمله رو که میبینید این رو ما میگوییم بیت، هم به زبان عربی و هم به زبان تاجیکی. این یکم قسمتی یعنی نصف بیت رو مصرع گفته می شود، هم به زبان عربی و هم به زبان تاجیکی. و این نظم چنانی که من گفتم دارای 61 بیت هست. برای خواهشمند یعنی برای آن شخصی که علم و دانش رو به خصوص علم تجوید رو میخواهد، اراده میکند، نیت دارد. در نون، تنوین و مدها یعنی این نظم احکام نونی ساکنه، تنوین و مدها را در بر میگیرد. و در اینجا من نوشتم که ناظم در این بیت برخی از احکام تجوید را ذکر کرده است که در نظم خود آورده است، با توجه به طبیعت نظم که عادتا مختصر و مجمل هست. علاوه بر احکام ذکر شده، این نظم این چونین احکام میم و نون مشدده و دیگر را در بر میگیرد که من الکی برای شما ذکر کردم. در وقت خود میتوانید به پورگی خوانید و تکرار کنید. میگذاریم 5 دقیقه درس مونده است. من میخواهم که همین قسمت رو به پایان رسانم.
سمیته بتحفة-الأطفال، من آن را تحفة-الأطفال نام گذاشتم. عن شیخنا المیهی ذی الکمال، از شیخمون المیهی صاحب کمال. الله که شما میدانید که المیهی کیست، یعنی که این اشاره هست به شیخ نورالدین المیهی. باز هم میخونیم در جای یکم میگوید من آن را تحفة-الأطفال نامگذاری کردم، نام گذاشتم. تحفه معنای چیزی زیبا و ارزشمند را دارد. البته میدونید به زبان تاجیکی هم، شاید به زبان فارسی میدانم تحفه میگوییم هدیه، یعنی یک پدرک که به زبان روسی میگوین داده وقتی که میشود این رو تحفه گفته میشود. و همون پدرک که میگویم یا تحفه یا هدیه که میگویم خودی همون چیست، یک چیزی زیبا و ارزشمند که به یک انسان داده میشود. منظور از اطفال، توجه کنید، منظور از اطفال این نیست که این رو فقط برای اطفال درس داده میشود، برای کودکان، بلکه منظور از اطفال کودکان یعنی شاگردانی نوآموز در علم تجوید می باشد، نوابسته به سنی سالی آنها. و یک نقطه جالب این است که شیخ جمزوری خودش را نوآموز می گوید. در کتابش، در شرحش در فتح-ال-اتفال می گوید که وقتی توضیح می دهد همین قسمت را، می گوید که شخصانی مثل خودی من در این فن، وقتی که خودش سبحان الله یک امام تجوید هست اما خودش را مبتدی میگوید، خودش رو نوآموز میگوید، که این اشاره میکند به فروتنی این امام، الله از او راضی باشد. و میگوید از شیخمون میهی صاحب کمال. اکنون این به اشاره هست به البته استادی شیخ جمزوری نورالدین المیهی که از همین استادش علم تجوید را یا شاید حتی نامی همین نظم را گرفته است. و در نقطه بعدی کلمه کمال وقتی میگویم صاحب کمال، چون که در اینجا یک سوال، یک اعتراض یعنی پیدا شدنش ممکن است. در اینجا شارحین یعنی کسانی که شرح میدهند و توضیح میدهند همین نظم را، آنها کوشش میکنند که همین نقطه را واضح سازند که استفاده کردن کلمه الکمال در اینجا یکم باکی ندارد، یکم اشکالی نیست. از چی سبب؟ در اینجا من می نویسم کلمه کمال به معنای کمال نسبی و کمال مطلق استفاده می شود، یعنی که دو خیل استفاده شدنش ممکن هست. یکی را کمال مطلق گفته می شود، یعنی که در هر چیز کمال داشتن و پر بودن و یگام خطا نداشتن و یگام کمبودی نداشتن، و این گونه کمال رو، کمال پر رو و از هر نگاه رو، این رو فقط ما به الله سبحانه و تعالی نسبت می دهیم. یعنی میگویم که فقط الله سبحانه و تعالی یعنی ذی الکمال هست، یعنی صاحب کمال هست. اما یک معنای دیگر هم به کلمه کمال هست و این رو کمالی نسبی گفته می شود، یعنی که از جهتی یک چیزی خاص. مثلا انسان می تواند که از جهت یک رفتارش و یک هنرش کمال داشته باشد. پس کمال مطلق تنها برای الله سبحانه و تعالی هست و کمال نسبی وقتی که به یک هنر، به یک قوتش نسبت داده می شود، به انسان ها در حسن اخلاق و اعمال های نیک نسبت داده می شود. بعضی محققان کلمه کمال را به جمال یعنی ذی الجمالی یعنی چی کردین؟ اصلاح کردین. اما بهتر است که آن را همچون کمال بخوانیم و آن را به معنای کمال انسانی در عبادت و معامله به مخلوق شرح دهیم. یعنی یگان باکی ندارد استفاده کردن کلمه الکمال. و در آخران بیت میگوید ارجو بهی، یعنی امیدوارم، امید دارم با او که آن به شاگردان منفعت داده پاداش، قبولی و ثواب را به دست آورم. یعنی که میگوید ارجو بهی، امید دارم با آن، یعنی که با همین نظم، که آن نظم، که همین نظم طلاب شاگردان را نفع دید و اجر، و این چنین من امید دارم اجر از طرف الله، قبول یعنی قبول شدن، قبولیت و ثواب. در اینجا شیخ جمزوری امید دارد که شاگردان از این نظم بهره برند و این چنین امیدوار هست که با این نظم اجر، قبولی عمل و ثواب از جانب الله به دست آورد. شاگردان می توانند که البته شروع کننده باشند، میانه حال باشند یا کسانی باشند که علم تجوید را خوب درک کردند. حتی کسی باشد که علم تجوید را خوب درک کرده باشد، باز هم می تواند که از این نظم فایده بگیرد، از سببی که می تواند این را به آسانی حفظ کند و از سرش قاعده ها را بیان کرده تواند از خاطرش. و منظور ناظم از قبول این است که الله این نظم را از او قبول کند همچون یک خدمت برای دین و برای فن و برای فن تجوید و برای علوم قرآن، از سببی که این فن انسان را به اصلاح ساختن قرائت قرآن میبرد.
ناظم اینچنین امید دارد که الله کسانی رو که به این نظم توجه میکنند، یعنی که این رو درس میخوانند، این رو میآموزند، آنها رو نیز قبول کند. اللهم آمین. یعنی که ناظم برای ما شاگردان هم دعا کرده است که الله کوشش های ما رو هم قبول کند. امین. و در آخر وقتی که در اینجا میگوید اجر و ثواب، بین اینها چی فرق هست؟ من یک همین فایده رو برای شما از طرف علما پیش میکنم. لفظ های اجر و ثواب می توانند به یک معنا استفاده شوند، ولی بعضا بین آنها فرق میگذارند. یعنی عموما بین آنها فرق نیست، اما کسانی که فرق گفتند که در بین آنها فرق هست، آنها این گونه فرق میکنند بین اینها که اجر پاداشی هست که بر عوض عمل داده می شود، اما ثواب می تواند عطای اضافی و نعمتی باشد که الله به شخص از روی احسان خود می بخشد. وقتی که عملی نیک کنی اجر میگیری، اما بعضی وقت الله سبحانه و تعالی از طرف خودش به یگام عمل برای تو ثواب میدهد. این گونه آنها بین این دو کلمه فرق کردند. در نقطه دوم گفته می شود که اجر خاصتر از ثواب هست، زیرا اجر تنها بر عوض عمل نیک داده می شود. یعنی که بین آنها فرقیت خاص و عام بودن هست که این کمی به اصول یعنی رابطه دارد، اگر نفهمیدید باکی نیست. و ثواب می تواند برای نیک و بد باشد. بعضی ها گفتن که ثواب چون که عامتر هست، عمومی تر هست، می تواند که هم با عوض کارهای بد و نیک باشد، یعنی که همچون سزا و همچون جزا استفاده شود. اما عموما در قرآن کلمه ثواب یعنی که الثواب عادتا به معنای پاداش نیک استفاده می شود. پس در همین جا انشاءالله درس ما به پایان می رسد. نسأل الله لي ولكن الفهم والعلم النافع. اللهم آمين. فسبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.